بچه من، مهمترین و اساسی ترین کار رو توی ماشین کلاج انجام میده، خصوصا توی سرعت‌های پایین که تمام مهارت توی کلاج گرفتنه. به قول گفتنی میگن که شاه ماشینه، اینقدر کلاج مهمه. اولین پدال سمت چپ کلاجه، دومین پدال ترمزه و سومین سمت راست، یا بگیم از اول سمت راست اینجا میشه گاز. پای راستمون برای ترمز و گاز استفاده میشه. بین دوتا پدال قرار میدیم، سرپنجه روی ترمز، روی گاز، روی ترمز، روی گاز. پاشنه از روی زمین نباید بلند بشه. پای چپمون هم فقط مختص کلاجه، از پای چپ استفاده دیگه ای نمی کنیم. سرپنجه رو روی پدال قرار میدیم، تا انتها فشار میدیم، پاشنه رو ثابت میکنیم روی زمین و زمانی که شما میخواین کلاج رو سبک کنیم و از کلاج استفاده کنین، پاشنه به هیچ عنوان تکون نباید بخوره، برداشته نمیشه، عقب کشیده نمیشه و بلندم نمیشه. سرپنجه رو که گرفتیم، پدال رو تا کلاج رو تا انتها نگه داشتیم، پاشنه رو ثابت میکنیم به زمین و زمانی که میخواین کلاج رو بیارین، آروم آروم و آهسته کلاج میاد بالا تا زمانی که ماشینتون حرکت کنه. ببینین اصل حرکت با کلاجه، یعنی من اگر بخوام راه بیفتم و از این ور گاز ندم، با کلاج تنها ماشینم به راحتی حرکت میکنه، ولی اصول اینه که ما از اینجا از گاز به عنوان نیروی کمکی استفاده کنیم. کلاج تا انتها داریم، پامون رو ترمز برمی‌داریم، میذاریم روی گاز، یه خورده گاز عین کفه ترازو، یکم کلاج یکم گاز، یکم کلاج یکم گاز. به محض اینکه ماشینمون شروع کرد به حرکت کردن، کلاج همونجا ثابت نگه می‌داریم و دیگه بالا نمیاریم، تو همون نقطه ثابت باشه. به اندازه 4 قدم میذاریم تو همون نقطه حرکت کنه و بعد از 4 قدم کلاجمون رو آروم برمی‌داریم و کنار میذاریم و زمانی که لازم داشتیم باز استفاده میکنیم.